درود و عرض ادب خدمت همراهان تالکینی عزیز. در ویدیوی قبل اشاره به ساخت خورشید و ماه کردیم و همزمان با اون تعریف کردیم که فینگولفین و همراهانش پاشون رو به سرزمین میانه گذاشتن و توسط اوروک‌ها در لاموس غافلگیر شدن و جنگی در گرفت که به نبرد لاموس مشهوره. بعد از اون شاهد رشادت فینگون و نجات دادن پسر عموش از تانگوروت ریم بودیم و قصه قبلی بعد از نجات مایدروس پایان یافت. حالا این داستان رو ادامه میدیم بعد از اتفاقات ویدیوی قبلی، پس با ما همراه باشید. خب قبل از پرداختن به ادامه داستان خواهشمندیم ویدیو رو لایک و با دوستان تالکینیتون به اشتراک بگذارید و اگر از محتوای چنل خوشتون میاد با سابسکرایب کردن چنل میتونید به جمع خانواده ما بپیوندید. لازم به ذکر اگر میخواید به محض انتشار ویدیوها یوتیوب بهتون اطلاع بده زنگوله رو هم فعال و روی آل قرار بدید. خب بریم سراغ ادامه داستان. والار پس از ایجاد خورشید و ماه توجه خودشون رو از سرزمین میانه برداشتن. فقط اولمو همچنان فعالانه به نولدور تبعیدی کمک میکرد. خورشید تأثیر بسیاری بر سرزمین میانه داشت و حیوانات و گیاهان رو از خواب یاوانا بیدار کرد. سالهای خورشیدی سریعتر و کوتاهتر از سالهای درختان به حساب می اومدن. خورشید یک تأثیر دیگه هم داشت و اون بیدار کردن فرزندان دوم ایلوواتار که به زبان الف‌ها به نام مردان یا آتانی به معنای پیروان شناخته می شدند. اولین انسان‌ها در سالهای اولیه خورشید و ماه در هیلدورین از خواب بیدار شدند، اما هیچ یک از والار برای راهنمایی اونها حضور نداشتند. برای مدتی پدران انسان‌ها از کشف چیزهای جدید و زندگی جدیدشون خوشحال بودند. اونا سرانجام آواری رو پیدا کردن. آواری اون دسته از الفایی بودند که به سفر بزرگ نرفته بودند. که ماجرای سفر بزرگ یا کوچ بزرگ رو در ویدیوهای قبلی میتونید تماشا کنید. خلاصه این الف‌ها اولین مهارت‌ها و زبون خودشون رو به انسان‌ها یاد دادند. با وجود اینکه الف‌ها و انسان‌ها شباهت‌های زیادی داشتند، اما اونها با هم تفاوت‌هایی هم داشتند. به طور مثال الف‌ها جاودانه بودند و به سرنوشت جهان گره خورده بودند. اونا محکوم به موندن در آردا بودند و تا آخر دنیا خوب یا بد باقی میموندند. اما انسان‌ها تنها برای مدت کوتاهی در آردا بودند قبل از اینکه با مرگ جهان رو ترک کنند. اونا هدیه ایلوواتار رو داشتند که به معنی این بود که در نهایت میمیرند و آزاد میشن. پس از بیداری انسان‌ها یا مردان تا مدتی چیزی از اونها گفته نشده. پس بیایید وقایع رو با الف‌ها جلو ببریم تا سر و کله انسان‌ها در داستان پیدا بشه. در ویدیو قبلی به سالها اشاره نکرده بودیم، اما چون اوایل سالهای خورشیدی کمی پراکنده هستند مجبوریم با ذکر سال پیش بریم تا وقایع به هم نچسبن و در داستانگویی مشکلی پیش نیاد. آزادی مایدروس توسط فینگون شجاع در سال 5 خورشیدی رخ داد و در سال بعدی آنگرود برادر فینرود و گالادریل اولین کسی بود که از منگروس بازدید کرد. پادشاه تینگول به خاطر رابطه قوم و خویشی که با خاندان فینارفین داشت به اونها اجازه ورود و بازدید از دوریاس رو میده. لازم به ذکره که بگیم مادر آنگرود یعنی اآرون از قوم تلری بود و اآرون دختر اولوه و برادرزاده پادشاه تینگول بود. تینگول که حالا در بلریان یکتازی میکنه و یه جورای پادشاه بلریان محسوب میشه به نولدور اجازه تصرف هیتلوم و دورتونیون و همچنین سرزمین‌های شرقی رو میده. در سال بعد از اون یعنی در سال 7 شورایی برای رابطه با سیندار در میترین برگزار میشه که آنگرود و کارانتیر مخالف این موضوع بودن. پس از اون مایدروس از ادعای خودش کنار میکشه و پادشاهی رو به فینگولفین واگذار میکنه و فینگولفین به اولین پادشاه اعظم نولدور در سرزمین میانه تبدیل میشه. با پادشاه شدن فینگولفین پسران فئانور تصمیم به رفتن به شرق بلریان گرفتن که با این کارشون بتونن هر کدوم قلمرویی برای خودشون ایجاد کنن و در اون مستقر بشن. بعد از اون دیگه خبری در بلریان نیست تا سال 20 دوران اول خورشیدی که پادشاه اعظم نولدور یعنی فینگولفین جشنی بزرگی رو در نزدیکی استخر ایورین ترتیب میده. هدفش از این کار این بود که بتونه همه رو با هم متحد کنه
از شرق جنگجویانی به رهبری مایدروس و ماگلور اومدن ولی باقی برادرها حضور نداشتند. علاوه بر الفای نولدور که حالا به چندین شاخه جدا شده بودند، الفای خاکستری از قبیل کیردان کشتیساز هم حضور به عمل آورده بودند. اما از دوریاس تنها مابلانگ و داورون با خبرهایی از پادشاهشون تینگل اومده بودند. حتی سفیرهایی هم از الفای سبز اوسیریان حضور داشتند. جشنی با شکوه صورت گرفت و تمامی الفا اونجا علیه دشمن بزرگشون در شمال متحد شدند و این جشن به نام مرز آدرتاد معروف شد. تا سالهای طولانی قبل از شروع جنگ‌ها بلریان در آرامش به سر می‌برد و همچنان آوازه این جشن بزرگ در گوش‌ها می‌پیچید. خب ویدیو رو در اینجا به پایان میرسونیم. چون روایت بعدی از این جهان یک پرش زمانی طولانی داره که در داستان‌های بعدی به اون ورود می‌کنیم. امیدواریم لذت برده باشید از این قسمت. برای دلگرمی ما ویدیو رو لایک و اگر از محتوای چنل خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید و به جمع خانواده تالکینی ما بپیوندید. دوستدار شما تیم لژنداریوم پرشین.